در قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان را با مقدار بزرگ مواد مخدر دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت یکی از بازداشت شده ها OA که 62 سال دارد تشکیل کننده این شبکه قاچاق مواد مخدر دانسته می شود و بازداشت شده دوم EM 40 سال داشته سرژانت کلان بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمندش در قرقیزستان با مواد مخدر را تا حال رسما شرح نداده است، ولی در ویدیو نشر شده دیده می شود که چگونه در پاس شب یک نفر در تنش لباس میلیسیانری را از ماشین فرآورده در روی اسفالت میخوابانند و سپس از باردان ماشین یک خلطه را بیرون میکشند و از داخل آن خلطه بسته های زیادی را بیرون آوردند که گفته می شود مواد مخدر است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان، این شبکه فراملی قاچاقبر به قاچاق مواد مخدر افغانی از تاجیکستان به قرقیزستان و سپس به قزاقستان مشغول بود. گفته می شود خدمات مبارزه با مواد مخدر قرقیزستان اعضای شعبه های این شبکه در تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان را معاین کرده، سپس شخصیت رهبر آن را معاین کردند. در نتیجه همکاری موفق در جریان عملیات ویژه که یک سال دوام داشت، همه اعضای این گروه قاچاقبر مواد مخدر دستگیر کرده شد، از جمله تشکیل کننده گروه OA سال تولدش 1960 شهروند تاجیکستان و عضو گروه EM سال تولدش 1982 شهروند تاجیکستان. سرژانت کلان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از معاملات غیر قانونی در عموم 33 کیلوی 241 گرم مواد مخدر افغانی از جمله 11 کیلوی 299 گرم افیون و 21 کیلوی 942 گرم حشیش مصادره کرده شد. گفته می شود در اطلاع در رابطه با این قضیه با اتهام قاچاق مواد مخدر و مقدار بزرگ پرونده گشودند و جستجوی اعضای دیگر این گروه ادامه دارد. دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان حالا در بازداشتگاه رقم 1 شهر بیشکک قرار دارند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر با یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود.